ساکنان دهه غوریات در کنار شهر ایسار خبر دادند که روز 4 مای سال 2022 بر اثر سیل در این دهه حدود 130 گوسفند نابود شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت سیل‌های خرابی‌آور از 4 مای در کشور سبب خرابی‌های زیاد شدند، ولی خوشبختانه در این آفت‌های طبیعی کسی آسیب ندیده است. بنا به اطلاع رسمی روز 4 مای بر اثر آبخیزی در کیلومتر 448 راه کولوب در ونج در وضع خیخی که جماعت یزگلوم نویه ونج را موقتا بسته شد. حالا عاقبت‌های این سیل در خیخک رفع گردیده راه برای حرکت نقلیات باز شده است. ساعت 16:30 سیل باعث مسدود شدن راه بین دهه‌های مزار شریف جماعت به نام لایق شیرالی و دهه ارتوچ جماعت به نام رودکی در کنار شهر پنجکین شد. عاقبت‌های این سیل را نیز الکی رفع کردند. ساعت 17:10 در پی بارشات شدید به دلیل نبود شبکه‌های سیل پرتو در حدود دهه یتین جماعت گل سرخ در کنار شهر استرافشن نیز سیل آمد. همین طور ساعت 16:00 هنگام احشراگاه پس آوردن رمه چوروای خرد در دهه قینر نویه واسه سیل آمده 3 گوسفند را برد. برای حفظ زراعت روزهای 3 و 4 مای در حدود ترسونزاده، یوون، دنغره و کوشانیان 64 موشک ضد ژوله نوی الزن زده شد. توسط آنها 24 حالت خطرهای فرو ریختن ژوله پیشگیری کرده شده است. بنا به پیشبینی هواشناسان آب و هوا در تاجیکستان روزهای 5 و 6 مای نیز نامساعد باقی مانده احتمال فرو ریختن سیل‌های نو وجود دارد.